سلام رفقا، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیوی جدید. بچه‌ها، داستانی که میخوام امروز براتون بگم داستان یکم عجیب و غریبیه، اما واقعیه و برای هممون حداقل یک بار هم که شده اتفاق افتاده. بچه‌ها، داستان امروز برمیگرده به یک پسر 24 ساله. میخوام از زبون خودش براتون این داستانو بگم تا راحت تر درکش کنید. تقریبا هر شب بود که میخوابیدم حس سنگینی میکردم. حس میکردم وقتی که میخوابم یه چیزی میاد توی سرم و سنگینی میکنه. سردرد میگرفتم، حالت تهوع میگرفتم گاهی. اما بعد از یه مدت عادت کردم. اما این عادت کردنه به معنای خوب شدن حالم نبود. تا جایی که اتفاقاتی رو حس میکردم که برام عجیب و غریب. مثلا شبا وقتی میخوابیدم و صبح از خواب بیدار میشدم، توی روزی که پیش رو داشتم حس میکردم اتفاقایی که داره برام میفته قبلا هم افتاده. مثلا اگر چیزی از دستم میافتاد و میشکست، حس میکردم که قبلا هم این اتفاق افتاده و این صحنه رو دیدم. تا اینکه کار به جایی رسید که حتی حس میکردم اتفاق بعدی که میخواد بیفته چیه. اولش یکم حس باحالی بود برام. حس میکردم که دارم پیشگو میشم و میتونم اتفاقات جدید رو پیشگویی کنم. اما مشکل اینجا بود که حتی چند ثانیه قبل از اینکه بخواد اتفاقی بیفتم میفهمیدم نمیتونستم کنترلش کنم. حتی نمیتونستم جلوگیری کنم ازش. مثلا اگر اتفاق بدی داشت برای کسی میافتاد، من چند ثانیه قبلش متوجه میشدم و حس میکردم که اون صحنه رو توی رویاهای خواب شب قبلم دیدم، ولی نمیتونستم جلوشو بگیرم. بعد از گذشته تقریبا 1 ماه به خودم گفتم قرار نیست که تا آخرش اینطوری پیش بره. بالاخره یک شب این رویاهای ما هم تموم میشه و فردای جدید رو تجربه میکنم. ولی بعد از گذشت تقریبا 4 ماه متوجه شدم که این قضیه بهتر که نمیشه هیچ، داره بدتر هم میشه. به جای اینکه بعضی اتفاقات رو توی رویاهام ببینم، دارم همشون رو میبینم. در واقع صبح که میشد، من به جای اینکه یک زندگی جدیدی داشته باشم، انگار داشتم اون روزم رو دوباره تکرار میکردم. تکرار لحظاتی که کنترلی روی تغییرشون نداشتم. همین موقع ها بود که حس کردم باید هر طوری که شده جلوگیری کنم از این اتفاق، چون خیلی سخت بود که روزتو تکرار کنی. برای همین چند شب اول گفتم نمیخوابم. گفتم حتی اگر جونم هم در بره سعی میکنم چند شب نخوابم و به جاش چرتای نامنظم توی طول روز بزنم، چون من اگه توی روز میخوابیدم اون اتفاق برام پیش نمیومد، یعنی صحنه یا توی خواب نمیدیدم. بعد از گذشت این که چند روز سعی کردم نخوابم و خب حسابی هم بدنم آسیب دیده بود، یه شب ناخودآگاه خوابم بود و دوباره همون اتفاق افتاد. در واقع این نخوابیدن ها هیچ تأثیری توی روند بهبودیم نداشت. بعد از اون به هر کسی میگفتم که داره همچین اتفاقی برام میفته، به هم میگفت یا داری دروغ میگی یا میخوای ادعا کنی. حتی خانواده‌م هم باورم نداشتن. تا اینکه یه روز خودم پیش یه دکتر روانشناس رفتم و باهاش صحبت کردم. گفتم که من چند ماهی میشه که این مشکل برام پیش اومده. اونم یه سری اصطلاحات خارجی به کار برد که از 100 تا فحش برام بدتر بود. به جای اینکه کمکم کنه تازه ذهنمو درگیرتر کرد. بعد از این که دیگه از دکترا هم کاری بر نیومد، با یکی از رفیقام که خیلی باهاش صمیمی بودم جدی صحبت کردم و بهش گفتم که اگر این مشکل جدی نبود که من پیش دکتر نمیرفتم. تا اون یه پیشنهاد عجیب بهم داد که خودم هم بهش فکر کرده بودم ولی ترس از باور کردنش داشتم. اون بهم گفت که بریم پیش یک دعانویسی که میشناسه. بهش گفتم که چرا پیش دعانویس؟ گفت که خب بالاخره این سری مشکلات رو اونا هم میتونن حل کنن. منم که دیگه چاره‌ای نداشتم و شب و روزم داشت با سردرد پیش میرفت، باهاش موافقت کردم.
تقریبا دم غروب بود و آسمون نارنجی بود. قشنگ یادمه که پیش اون دعانویسه رفتیم. تصوری که از دعانویسا داشتم با کسی که دیدم خیلی فرق میکرد. من همیشه دعانویسا رو یه پیرمرد قدیمی با ریش بلند و یه عصا و یه صندلی کهنه تصور میکردم. میگفتم نشستن روی این صندلی و روی میز جلوشونم 1000 تا ابزار عجق و وجقه. اما این دفعه برعکس بود، کاملا برعکس. دعانویسی که رفتیم پیشش یه خانوم جوون سال بود، بهتره بگم که دختر بود به جای اینکه خانوم باشه. بعد از اون به رفیقم در گوشش گفتم بیا بریم، این بنده خدا برای خودشم که نمیتونه کاری بکنه، سن و سالی نداره که بخواد خبره باشه. که همون لحظه دختر با اینکه فاصله زیادی ازمون داشت برگشت و گفت نترس، بیا بشین، من کارتو حل میکنم. نمیخواد در گوشش بگی که بریم. اینجا بود که خودم به شخص کرک و پرم ریخت. یعنی از اتفاقاتی که برام میافتاد این اتفاق ترسناکتر بود. تا اینکه رفتم نشستم جلوش و به هم گفت تو قبلا منو دیدی اما یادت نمیاد. وقتی این حرفو زد یادم افتاد که آره، من باید شب قبل توی رویاهام این خانومو میدیدم ولی ندیده بودم. که زبون باز کرد دوباره و گفت ببین، من اگر قرار بود که بخوام به نیروهایی که تو رو گرفتن جواب پس بدم و باخت بدم که نباید اسممو بذارن دعانویس، اونجا بود که فهمیدم اصلا بدون این که من مشکلمو بخوام بهش بگم و خودش همه چیزو میدونه. برای همین ازش سوال کردم که چرا من همه چیزو دیدم توی رویای شب قبلم ولی تو رو ندیدم. که گفت من قوی تر از اون حرفاییم که بخوان نیروهایی که تو رو اذیت میکنن باعث شن منم اذیت بشم. اینجا بود که بهم گفت ببین پسر خوب، تو رو یک سری نیروهایی احاطه کردن که مربوط به گذشتتن و از اونجایی که خودت اجازه دادی که بیان توی زندگیت، اونا هم دارن برات خبر میارن، از فردات خبر میارن، از پس فردات خبر میارن. یه نگاه به رفیقم کردم، دیدم رفیقم کامل خوش شده. اون بیشتر از من ترسیده بود. قرار بود که من خوب بشم، تازه اون حالش بد شد. بهش گفتم من دارم میترسم، یه راهی جلوم بذار که هم از این اتفاقا رها بشم، هم این حرفایی که تو میزنی و دیگه نخوام بشنوم. چون اصلا واسه زندگیم خوب نیست، حالم داره بد میشه. من 24-25 سال بیشترم نیست. اگر قرار باشه بقیه عمرم اینطوری بگذرونم که واویلاست. دختر دعانویس به هم گفت من یه دعایی بهت میدم اما باید ذهنتو آزاد کنی. این دعا رو هر شب ساعت 10 شب بخونی، ساعت 12 شب بخونی تا وقتی که آفتاب بزنه. باید 2 ساعت به 2 ساعت این دعا رو کامل بخونی و نباید بخوابی و نخوابیدنت هم باید 2 هفته طول بکشه. اگر که 2 هفته شب خوابیدی دوباره از اول این روند رو باید تکرار کن. اینجا بود که من گفتم بابا من 4 روز 5 روز نخوابیدم، داشتم میمردم، چطور 2 هفته نخوابم؟ که دختره گفت مشکل خودته، میخوای خوبشی باید این کارو بکنی. راستشو بخواین منم نه دلیلشو پرسیدم که چرا اینطوریم، نه اینکه پرسیدم چجوری میشه که خوب بشم، مگه چه تأثیری داره این دعا. بعد از اون شبا سعی کردم نخوابم. دروغ بهتون نگم 2-3 باری هم تا 3-4-5 روز نخوابیدم، ولی خب دوباره خوابم بود. اما توی طول روز میخوابیدم که مشکلی برام پیش نیاد، ولی خواب شب خواب دیگه ای بود. تا اینکه بالاخره تونستم 2 هفته نخوابم. بعد از اون 2 هفته که رفتم پیش دختره بهم گفت که ببین تو خوب شدی، باید بخوابی، ولی اگر که اتفاقی دوباره همون برات پیش اومد و رویای فرداتو دیدی، اصلا نه به کسی در موردش بگو، نه در موردش با خودت حتی فکر کن، چون اونا خوششون میاد وقتی میبینن که تو داری با این موضوع اذیت میشی یا حتی تو هم خوشت اومده، اونا بیشتر میان سراغت. منم به حرف دختر جادوگر گوش کردم و ازش پرسیدم دیگه امشب میتونم بخوابم؟ که گفت آره برو بخواب، اما یادت نره بهت چی گفتم. بعد از اون شب که خوابیدم، میتونم بگم بعد از 6-7 ماه تقریبا یه خواب درست داشتم و فردایی رو ندیدم.
در واقع تازه فهمیده بودم که زندگی کردن یعنی چی. رفقا، امیدوارم که از داستان امروز لذت کافی رو برده باشید. بچه‌ها، به خاطر مشکلاتی که ممکنه برای این بنده خدا به وجود بیاد اسمی ازشون برده نشد توی داستان، اما داستان کاملا واقعی و مربوط به سال 95 هم بود. دوستتون دارم، خیلی زیاد حمایت از چنل اصلا فراموش نشه بچه‌ها. خداحافظ.